گوسفند را живой вес گرفتن ممکن است؟ خریدن بله بله. مثلا یک دکان میرید برای خریدن گوسفند، در اروپا همین چیز است، گوسفند زنده بر میکشید و بعد نرخش میگود، بعد بله شما بله. نرخش میتید و میخرید. 100% حلال است. بعضی آدما این درست مسئله نفهمیده، یعنی نادرست است گفتن، لیکن یک قول ضعیف است. لیکن مسئله قربانی یا عقیقه باشد و آدم گوید که گوسفند بعدی کشتن گوشتش در ترازو مونده چند کیلو گوشت کند، 1 کیلو گوشت مثلا 20 یورگی و حساب کرده میتیم، 10 کیلو گوشت کند 200 یورو، 15 کیلو گوشت کند 300 یورو، گفته شما خودش کشته جدا کرده تید و این نادرست است. لیکن شما حاضر یه بار به گوسفند پر خریدید، این لیکن از یک جهت یعنی بسیار راهی عادلانه فروختن گوسفند، برای آنکه چشم قطعی دو گوسفند میبینید اتش کلانتر مینمود، شاخش است، قد و قامتاش کلان میموند، میگیرید گوشتش 2 کیلو کم میکند، از این یکی در چشمتا معده نمود، موش کلان است، شاید حجمش کلان است، یکی استخوانش کلان است، گوشتش کم. بنابراین وقتی بر میکشد غالبا یعنی یه نوعی عدالت هست، بگذار مثلا چیزای نادرکاری هم دارد، نرخی معین گذاشته است. ما هم خیلی گوسفندهای خریدگی هستیم در اروپا، یعنی برکشیده، اجازت هست. کسانی که اجازت نیست میگن دلیل قوی نداره. بله. لیکن یکم مسئله فهمیدید، یکم مسئله گوشت برکشیده فروختنش ممکن نه، یعنی این در عقیقه و در قربانی، لیکن هم تو گوشت باشه دیگه پی نداره. مثلا اومدید فقط میخواهید که یک گوسفند پر را خودتون گیرید، تر و تازه، خیلی کشته ماندگی نه، یک گوسفند پر را میگیرید، معرکه دارید، یگان چی دارید، مثلا افطار کنان دارید، میخواید گوسفند پر را گیرید و کشتو نرخش چند پول گوید، نرخش ترازو میمونم بعد معلوم میشه. تو کشتو گوشتای تازهش گرفته به ترازو موندو بعد نرخ گفت، هیچ گپ ندارد. لیکن قربانی باشد نمیشد. قربانی یعنی هر یک گوشتی که برای نزدیک شدن به الله تعالی کشته میشه، مانند قربانی، مانند عقیقه، اینا همش قربانی دم. حاجی که وقتی که حج و عمره میکند قربانی میکند، یا حاجی که جنایت کرده است در داخل احرام، محظورات احرام از او صادر شده است و گوسفندی دم میکشد، یا گوسفند میکشد خون، برای آنکه به گردنش دم واجب، خون واجب شده که از جنایت کرده است، جریمش باید خون برارد. اینا باید قربانی، اینا این خیل کرده کشته نمیشه. گوسفند بوتون اول خریده بعد کشته میشه. خیلی نیکی گوسفند و آدم کشد و بعد کیلوش به ترازو مونده گوشت حساب کرده فروشید، این نادرست است در قربانی ها. لیکن هم تو گوشت خر باشید هیچ گپی ندارد. اما مسئله اول ما خیلی که گفتیم، یعنی گوسفند زنده پر رو برکشیده به شما فروشد حلال است. والله تعالی اعلم.